حیث فاسدترین شخص سال شناخته شده. نظریه شما چیست؟ من حیث فاسدترین شخص سال شناخته شده. نظر خودتان در این مورد چیست؟ والا دیگه شما کیر فاسد میگه دیگه ما چی نظریه براتون بگم؟ خودتان نظریتون دادین کیر فاسدترین شخص سال گفتین. نظر شخصی ما نیست. نظر شخصی ما نیست. یک از تمام جهان میدونن که این حرف و این جهانی شده. سایز گپ تنما قبول دارم. مرا اجازه بدین گپ بزنم. اگه جهانی باشه افغانستان هم فاسدترین کشور سال انتخاب شد. پس ما همگی ملت افغانستان فاسد هستیم. چرا ما قدر خودکش و بیگانه پرست هستیم؟ خب ابوبکر جان ما فرار نکردیم نه؟ صحیح فرار نکردیم. اما ای از جلوگیری از خاک و خون شد که بین ملت افغانستان، بین اردوی ملی و طالب و کلش که افغان هستن جنگ خونریزی صورت نگیره. با شما من ایره مثلا فاسدترین شخص سال میگین اون را میان کامرا با تصویر میکشنیره. دیگه برنامه پروگرام پروژه هیچی نبود. اومدن فقط سر از این. خب شما یعنی طرفدار ازی هستین که فرار کرده؟ ما طرفدار هیچ کس نیستم. فقط ما از ملت خود پشتیبانی میکنم. این مربوط این کشور افغانستان میشه و هیچ ضرور نیست که شما ایره فامیل فاسد بگوین. کامرا هم جمع کن. چه کارو میکنید؟ برنامه دیگه ثبت کنید. برای شما شما را کدای کوچه‌وار را داده که آمدین برنامه ثبت کنید. بیادر چیکار بسرت چه قدر بی فرهنگ هستی، تصویر بردار هستی، آمدی رئیس جمهور از وقت خودت تو فاسد میگی. برو کامرا من ببین چی میکنی؟